سلام بچه ها. من میخواهم با شما یک افسانه خیلی جالب و عجیب را قصه کنم. شما برای شنیدن آماده هستید؟ پس بشنوید. بودگار بود، زمین نبود شدگار بود، به دانه ها قطار بود. در یک زمان در ملک ختلان مهرداد نام هنرمندی تیر دستی سنگتراش زندگی میکرد. بدبختانه ناگاه به سرزمین مهرداد لشکری غدار و خونخواری دیوها هجوم کردند. مهرداد هم در قطار هموطنان خود به جنگ دیوها رفت. خیلی قهرمانه ولی بدبختانه اسیر دیوها گشت. سالها گذشتند اما از مهرداد برگی نبود. ایرج پسر 1 ساله او به پدر کلانده شد. مادر او را به مکتب داخت و خیلی هوشیار، خیلی جسور و خیلی استعدادش عالی بود که همه او را دوست داشتند و در مکتب از همه نحس در می‌خواند. ایرج کلان شد و جوان زیبا و چاشپرلو گشت. بهار آمد. ربابام ربابام بام بابام رام بابام رام بابام ربابام ربابام. صدای کرنه و سرنه نی و طبل بر آسمان پیچید. نوروز آمد، نوروز آمد، نوروز آمد. گلی سیاهگوش لوگردان طبق پر کن گیرگردان بده بر دست گلگردان. بهاری نو مبارک باد، بهاری نو مبارک باد، بهاری نو مبارک باد. نوروزگاه در نزد دهه ایرج بود و تمام مردمی دهه‌های اطراف به نوروزگاه به جشن نوروز آمدند. موسیقی می نواختند، سرود می خواندند، داربازی می کردند، شیرین کاری می کردند. ورزشگران مسابقه های ورزشی برپا کردند. ایرج به اسب سوار شد و به چوگان بازی در آمد و با چوگانش گوی توپچه را چندین بار به دروازه حریف زد و غلبه دستش را تامین کرد. بعد مسابقه تیراندازی سر شد. نشان انگشتری بود که باید تیراندازها تیر را از سوراخی انگشتری می‌گذراندند. تیراندازی سر شد. جوانان تیر می‌زدند اما فقط 2 نفر توانست از سوراخی انگشتری تیر خود را گذراند. ناگاه ایرج به میدان آمد و گفت این کاری آسان است. کی میتواند که در یک نشان 3 تیر را به هم 2 زد؟ اما در حیرت بودند. کسی گفت تو کی هستی که این گونه شرط میگذاری؟ اگر میتوانی خودت اجرا کن. ایرج در حال کمان و تیرها را گرفت و نشان گرفت. تیر یکم را زد و تنه درخت زد. تیر دوم را زد، تنه تیر یکم را شکافت و به درخت زد. تیر سوم را زد که تنه تیر دوم را پاره کرد و به درخت زد و 3 تیر به هم دوخته شدند. حیرت و شادی مردم به آسمان پیچید. روزی دیگر مسابقه گشتیگیری سر شد. بدبختانه پهلوانان دهه ایرج همه گشتی را باختند. پهلوان جسوری دهه همسایه که خیلی پرقوت بود در میدان حریف می‌جست. ایرج به میدان برآمد. وقتی پهلوان ایرج را دید گفت این بچه است، تو را با بچه ها گشتی گیر، من با بچه گشتی نمیگیرم. ایرج گفت تو با بچه بودنی من چی کار داری؟ تو با من گشتی گیر. و دستش را گرفت و طرف خود کشید که پهلوان چند قدم به پیش رفت. این پهلوان فهمید که حریفی پرقوت در میدان است و در حال به ایرج چسبید. ایرج هم کمربند او را گرفت، او را به بالای سر برداشت و یک بار چرخاند و به تخت پشت به زمین خواباند.
احسن مردم به آسمان پیچید. بعد این مسابقه پیران و بزرگان دهه به نزد ایرج آمدند و او را تبریک می‌گفتند و گفتند تو هم مثل پدر پهلوان و شجاع هستی. ایرج بار اول درباره پدرش جدی فکر کرد و غمگین نزد مادر آمد و از پدر پرسان شد. مادر گفت پسرم، پدرت در دست دیوها اسیر است. صبح بر وقت ایرج شمشیر و کمان خود را گرفت، به اسب سوار شد و دعای مادر را گرفت و جستجوی پدر برآمد. چند شب و چند روز راه رفت و عاقبت نزد چشمه برای دمبری فرآمد. ناگاه چشمش به دامنی کوه افتاد که پیرمردی نشستند. زود به نزد پیرمرد رفت، به او سلام داد و دید که پیرمردی نورانی زیر لب دعا می کند و گفت ای پیرمرد، شما اینجا چیکار میکنید؟ جایی که پای آدمی نرسیده است شما تنها چی نشسته اید؟ پیرمرد جواب سلام داد و گفت من به جنگ دیوها آمدم. ایرج گفت من هم به جنگ دیوها آمدم. پیرمرد گفت تو آیا میدانی که با دیوها جنگ کردن کاری هر کس نیست؟ ایرج گفت میدانم. گفت پیرمرد که میدانی که هر کسی ترسو نیست و از رأیش نمیگردد و از جانش گذشت میکند، او میتواند بر دیوها غلبه کند. ایرج گفت میدانم. پیرمرد خرسند گشت و خیست و شمشیر خود را به ایرج داد و گفت این دفتر را هم بگیر، این دفتر در مشکلی به تو کمک میرساند. ایرج از پیرمرد دعا گرفت و بر راهی که پیرمرد نشان داده بود رفت. صبح بر وقت به کوه سیاهی رسید و دید که بالای کوه قلعه بزرگ سیاه نمودار است و دید که در همواری زیر قلعه فوج اسکران ایستادند که با درفش و پرچم‌های خودند و فهمید که این لشکری آدمیزاد است. در کناری منتظر شد. آفتاب برآمد، همه جا روشن شد و ناگاه طبل و نغاره جنگی لشکری آدمی بلند شد. در جواب از قلعه چنان کرنه و آواز طبل وحشتناکی بلند شد و دری قلعه باز شد و دیوانی بزرگ جثه‌ای بد هیبت، بد سریشت و بد صورت هزاران برآمده مقابل لشکری آدمیزاد صف آراستند. از میان لشکری آدمیزاد جوانی پهلوان با لباسهای آهنی به میدان برآمد و بانگ زد و حریف از لشکری دیوان خواست. بناگاه از میان لشکری دیوان یک دیوی که کوه برین بود به فیل سوار به میدان آمد. جوان با شمشیر به هجوم گذشت. دیو سپری خود ضربه شمشیر جوان را گرداند و گرز به سر جوان زد، اما گرز به میان اسب زد و میان اسب شکست و به زمین افتاد. زود از لشکری آدمیزاد اسب نو را فرستادند و جوان چالاکانه به اسب نو سوار شد و با شمشیر به هجوم گذشت و چنان با شمشیر 10 گزه به کتف دیو زد که دیو 2 پاره گشت و به زمین افتاد. و همین طور این جوان پهلوان با شمشیر خود چندین دیوها را کشت. بناگاه از میان لشکری دیوان دیوی به میدان جنگ آمد که مثل کوه بود، چشمانش مثل کاسه، بینش مثل قبور، دهانش مثل غار و هینگل دیو نام داشت
هنگیلدیو چنان نعره زد که از پای لشکری آدمی زاد سری دو پا ایستادند. بعد هنگیلدیو یک باره به جوان هجوم کرد و چالاکانه او را با بند بست و به قلعه هوا داد. همینطور چندین جنگاورانی لشکری آدمی زاد را کشت و اسیر گرفت. ایرج طاقتش تاق شد، اسبی خود را با شست به میدان جنگ راند و مقابل هنگیلدیو ایستاد و گفت ای خونخواری بدسریشت، مرگ تو وقتش آمد، آماده باش. وقتی هنگیلدیو به ایرج نگریست خنده‌اش آمد. تو اگر جنگاور باشی سپر و زرهت کجاست؟ آن چیزی که در تنی تو است از من است ملعون. گفت ایرج. هنگیلدیو در غضب شد و با نیزه به هجوم گذشت. ایرج با چالاکی نیزه او را به کنار انداخت. هنگیلدیو با گرزی گاو سر به سر ایرج زد. ایرج خود را کنار گرفت، گرز به زمین زد و چند گز به زمین درآمد. اگر این گرز به سر کوهی می زد کوه تلقان می گشت. ایرج گفت اکنون نوبت من است و شمشیر پیرمرد را گرفت و به هجوم گذشت و چنان به سر هنگیلدیو با شمشیر زد که سر هنگیلدیو دو پاره گشت و به زمین افتاد. غره و شادی لشکری آدمی زاد به آسمان پیچید و آنها در حال به لشکری دیوها به هجوم گذشتند. چندین نفر دیوها را کشتند، چندین نفر را اسیر گرفتند و زود به قلعه هجوم کردند. وقتی که به قلعه نزدیک شدند ناگاه صدای وحشتناکی از قلعه بیرون شد و آتش و دود و بارانی سنگ بالای سری لشکری آدمی زاد ریخت. همه جا تاریک شد، کسی را نمیدید. واهمه در میان لشکری آدمی زاد افتاد. ایرج نمیدانست چیکار کند. ناگاه به یادش دفتری پیرمرد آمد و گرفت دفتر را باز کرد. در دفتر نوشته شده بود که ای ایرج 5 نفر بهادر را گیر و پس قلعه رفت. در آنجا غاری است که دیو جادوگری آتش نفس آنجا نشسته است. او را پنهانی اسیر بگیر و با بند ببند. ایرج زود این کار را کرد. وقتی که دیو را بست آتش و دود و بارانی سنگ گم شد و لشکری آدمی زاد قلعه را تسخیر کرد و زندانیان را آزاد کردند. ایرج در سراغ پدری خود زندانیان را آزاد می‌کرد و می‌جست. ناگاه دید که یک قفس آهنینی و درونش یک مردی خیلی بزرگ جثه گاه به صورت آدمی می‌شود و گاه به سنگ تبدیل می‌گردد. وقتی که به قفس نزدیک شد قفس به حرکت درآمد و ایرج را تیله داد. ایرج فهمید که چه جادوی زیر این قفس نهان است. دید که یک راه زیر قفس می‌رود. با آن راه به تهخانه زیر قفس رفت و دید که شیری بدواهمه بزرگ جثه آنجاست. شیر ایرج را دید و در حال به هجوم گذشت. ایرج با یک ضربه شیر را زد و کشت. وقتی شیر مرد جادوی قفس هم بیکار شد. در این قفس باز شد و اون آدم به صورت آدمی تبدیل یافت. چهره آن مرد برای ایرج خیلی گرم می نمود. مرد هم در ایرج جوانی خود را دید. گفت ای جوان مرد تو کی هستی و اینجا چیکار میکنی؟ ایرج گفت من ایرجم، پسری مهردادی سنگتراشم. آمدم که پدری خود را از زندان رها کنم. مرد گریست و گفت ای پسر پدری تو منم و او را سخت به آغوش گرفت. هر دو در آغوشی هم اشک شادی می ریختند. همینطور ایرج پدری خود را نزد مادر آورد و خوش و خرسندانه آنها چندین سال زندگی کردند و ایرج
چون عسکر همیشه تا آخری عمر در حفظ سرزمین خود وطن مادر بود. بچه‌های عزیز، قصه من به پایان رسید و من امید دارم که شما هم مثل ایرج پهلوان جسور می شوید، پهلوان می شوید، عسکری حقیقی می شوید و همیشه در حفظ سرزمین خود، وطنی خود، مادری خود می شوید. شبتان خوش بچه‌های عزیز.